باید فیلم بگیرم؟ آره یعنی میزونه دیگه نمیشه اونجوری فیلم گیره؟ شورت میشه روز اولمه از مانی پرسیدم که چجوری فیلم بگیرم از یوتیوب. مانی تو این از اولش تو فیلم بود در جریانم. آره و چقدر سخته اینجوری فیلم گرفتن. مانی داره این عکسایی که گرفتیم و این عکسا رو داره فایلش رو برش فرستادم گفتم که این درستش بکنه این رو داری بذاری تو اسنپ و چیز اسنپ هم میخوای بذاری؟ چرا؟ یکی دو تا شایی میتونی اسنپ بذار هایی شو پیتزا ها رو خوش اومد. اینجا ما امروز فعلا آشپزخونه رو تعطیل کردیم بالا رو که اما حمید که همه کار ما رو انجام میده برم داخل. اینجا رو بهتاش ما گفته که باید کاشی بشه کاشیش کنیم به این صورت بسه نمشه کاشی رو یه بار چسبونده بعد داغ بود این دیواره داغ بود بخاطر که بغل تنوره کاشی ول شده بعد دوباره بنده خدا رفت سیمان گرفته نه اینجوری بسنم. رحیم باقری داره به زنگ میزنه یوتیوب هم کارایی میکنه آشپزخونه پایین واو قربت بخش شدیم دیگه الان شف کسا بردی؟ دستم رو هنوز دارم میمونم خانم خزی چیکار کنی؟ میشاره شدیم الان چیکار کنیم؟ خانم کازمی خب این هم از جلوی مغازمون یه آبنما داریم. بعد من یه دوستی دارم فرشید خب با تلفن صحبت میکنه دیگه بری دست پاشو ببندی خدایی نگاه کن الان اونجاست همینجور میره الان میره الان میدون کرج خیلی ستم این بالا هم بهتون اینجا رو ببینیم. آشهری چه خبر؟ آشهری مدیر شعبه درختیه با حفظ سمت همه کار انجام میده. خب آقا من ساندویچ اگه بخوام انتخاب بکنم چی پیشنهاد میدی؟ الان من مشتریم. من پکا رو پیشنهاد میکنم. پکامون خداییش من چون میخوام یه چیزی رو جا بندازم و همه دوست داشته باشن قیمتش رو خیلی پایین میذارم اصلا دیگه برای سودش اینو نمیزنیم. اینو خیلی خفن خیلی خوشمزه. یه پکا پیتزایی قیمتش برای 2 نفر 197,000 تومان مفته. مرسی. خب این سفارش رو پیجش کردین؟ این هم ریختم تو این چه کروتین هم گرفتم بریم تمرین میخواییم کتونی هم در بردم لباسم هم گذاشتم و بشیم. اینجا هم که استخش امروز روز اول ولاگ منه. شما در این ولاگ شرکت کردی چی دم دستگاهی داره؟ آقا برانوش یکی از خوبان عرصه موسیقی و پلم هست پلم به مغازه‌های خود را به آقای برانوش بسپارید. اینم هایده یواش نه مرسی عزیزم بعدم یه خارجی بزن اینجا هم بهتون نشون بدم باشگاه ما
مربی که پدر من در آورده اینجاست و دارم ولاگ هم میگیرم برای یوتیوب از امروز. بذار اینو پاک کنم. دارم ولاگ میگیرم واسه یوتیوب. خب یادم رفت تو 2-3 ساعت یادم رفت بگم. حالا روز اولم مهرداد و آقا مهران، مهرداد باجان آقامه، با هم دیگه داشتیم حساب کتاب رو میکردیم و کار نکته ها رو میگفتیم. بریم برای عمو حمیدو که صبح دیدید. امروز میخوایم بریم برای این کاشیه رو بتونشون بدم. کاشی زده شد. تنور رو خب آشپزخونه‌مون رو بهتون نشون بدم. به ولاگ روز اول نوید برو. بله مانی همچنان هست. مانی کی؟ حالا چطوره؟ ساندویچ هم میزنن اینجا. همه دستکش کلا دارن. میبینید بغیر از مانی که فقط اومده یه تست نگاه کنه. بعد یه سری تغییرات داریم اینجا رو میدیم. یه ذره به هم ریخته است به خاطر تغییراته. میخوایم اینجا رو یه آشپزخونه اونجا درست بکنیم، گرم بزنیم. اینا رو میخوایم بیاریم اینور، انبارمون اینجا میشه. قشنگ یه چیزی درست حسابی میخوام براش درست بکنم. بعد اینجا خمیرگیر میاد. اینجا رو من حالا شیشه زدم فعلا. کارش داریم انجام میدیم که دیگه اینجا وسیله نمونه. اوه بالا یه فضایی نشستن و اینکه فوتبالا رو هم اینجا نشون میدیم دیگه. اینجوری جای نشستن هست که چیم بشینه. چه خطرناک. مخلصیم قربونه. حالت چند لباست کو؟ خوبی؟ تو لباست کو؟ 117 تا. خب اومدیم برای حساب کتابا. مهران رو برداشتم آوردم که تکلیف حساب کتابمون رو مشخص میکنیم با این آقای انگوشتر. ببینید انگوشتر نشون میده که چقدر کلو برداره. نه چشم آقا میگم آقا الان یه چیزی الان تو آقا الان تو من فردا پول میخواد. من میام باید پس فردا میدم. با حرف بعدی نمیزنم که میگم شما جفت چکاتو ببر 4 رئیس آقا شخص دیگه آقا خب جلسه به طبقه بالا کشیده شده. بله خب ببینیم چیکار که موزم خوردیم منو نخورده. ولاگ گرفتم امروز. ولاگ من از شما هم هستیم. حسن آقای قرمز چشم قرمز. شما موزش میخورد. من دوباره جلسه رو با موز شروع کردیم. یه ویدیو این همه اومده بالا دلیل از یه خیال. شانس شما دفتر حسابدارا رو گذاشتم اینجا. ما اینجا چیکار داریم میکنیم؟ ببینم وایسا قشنگ نشون میده. برو ببینیم. قرار اون سفیده رو بزنیم. وایسا. پایین سفید کارتونه دیگه. وایسا. یا این آبیه. سفید سوسا. سوسا بزن. اوه خودش براش چی؟ خب نوید داره آماده میشه واسه پرتاب. نشد.
بیا تو این فاصله اون یا سوراخ بغلش. اونو اولیه رو من زدم. ببین اون سوراخ رو من زدم. یه دونه دیگه هم آوانس. الان نویدتون خواد نمیدونم من بار بگیره. خب نتونه. شانسی بود. گفتم شانسیه. یه دونه دیگه هم جا داری. تمرکز بیشتر میکنه، میشینه. یس. نه چه کات گرفت؟ نه خور. آقا بیا اینو بگیر ادامهش من بیا بدم. برو ببینیم. مطمئنم اینو میزنم. شیشه رو ببینید چجوری میارم پایین بردارمش. کوچیکه؟ ببین نه میخوام فقط از کات بگیرم. خیلی فاصله بود. نه زیاد بود. دو تا دور به کارتون رو برتر خورد. چجوری نشد؟ خب ببین بازم عقبی. واسه من ببین کجا خورد، برای تو کجا. یه دونه دیگه بزنی جلوی. خب آماده باش، میخوام اون بر ویدیو بگیرم. واسه برو. پاره شد. خب. شکست اصلا. خب این مرخص شد. ساعت همچنان از 11 و ما حسابمون تموم نشده. اینجوریه. این محسن احمدی بزن بگو اگه شده چی گفتی. چی میگی؟ صدا میکنه همش فیلم میگیره. خب یه چیز بگم. ساعت 11. تو حرف اضافی نداری؟ نوید جان اینم واسه من بزن. من دی ویدیو رو بفرست لازم دارم. آها من چون 10 بار زنگ زده جواب نداد. دهنت سرویسه. چی کار داری اصلا؟ اینجوری بهت میگفت من میشیدم. چی کار داری؟ یه 13600. اگه شرایطم اوکی بود آقا حسن آقا آقا رضا شرایطم اوکی بود همین 75 روز رو باید اوکی هم تو درختی. اگه نبود که دیگه 90 روز همون 90 روز رو با هم میبندیم. اوکی دیگه. ولی به شرط دیگه این دوتا رو هم 75 روزه بهم بدید. ساعت چنده؟ اوه 10 دقیقه 12. مهران دیگه نگاه کنه بیفشون. نه من دیگه داره خواهشی بنده خدا. از ساعت چند رفت سر کار؟ 5:30. 5 رفت. فردا 5:30 بعد بیدار شد. وای آجی بزن تموم شه. یه سال بگهش. آقا از این دقیق تر میشه یه روز کاری رو تموم کرد. دیگه بلند شدم دیگه نمیشد دیگه ادامه نمیشد. بریم. ساعت 12 هم رد شده و گفتم یه چیزی بگیرم برای شب بزنیم. بیام